بیا خم کن بیار بالا. بذار استیر پا. حالا نگاه چی؟ همینقدر دامنه خیلی کوتاه. اینجا نگه دار، خیلی کوتاه میری بالا و برمیگردی. سعی کن تکون نخوره. من برای ذره برات میارم. نفس بکش. اینجا پایین پایین بشه. از اون برای که پیاده شو اون باکس رو بردارم پیران نشد. برو رو آرنجت مثلا اینجا بکنم باشه خوب. یه ذره فکر کنم باید بریم جلوتر. باز یه پا تو میخوای این یکی پات که خسته نیست و بیار خم کن بیارش بالا بذارش اینجا. سعی کن لگنت شیفت نکنه، این برگرده سر جاش، اینجاها صاف، شکم منقبض باشه. دوباره پرسش کن به سمت بالا و برگرد. یکم آرومتر برو بذار یه ذره حرکت دستت بیاد. بعد شروع میکنیم دامن تو زیاد کردن. لگنت شیفت نشه. مرسی. حالا ببین میتونی کم کم دامن رو زیاد بکنی. بالا 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 بالا. خوبه نگاه. حالا اینو بکن. یه دقیقه برو رو کف دستت نگاه و یه ذرم برو جلوتر. ببینم اگه جلوتر بشه میتونی. آره دوباره حالا میخوام اون یکی پاتو دوباره بیارم که خسته نیست. برو جلوتر به نظرم میده. بیا برو بالا. خیلی رفتی جلو. یکم قبل اینو بکش به سمت بالا و بیارش کنم. اینجا سعی کن ثابت کنم. آفرین. میخوایی دست زانوتو بزنی به دست من، یعنی زانوتو بکش به سمت عقب. آفرین.